گوش بده راستی رضا به امام حسین. آقا من اینجا یه چیزی بگم، رضا فیلم برداراتون خوب فیلم میگیرن، این یه تیکر در بیارید اینقدر به من بیچاره فوش ندن. من جلسه آقای آسد محمد آقای جوادی، یکی از رفقا آقای بختیاری هم فارسی خون، لوری خون، ترکی خون، لوری. ما هم خدا شاهده بی منظور گفتیم آقا جان ما هم دیگه باید افغانی بخونیم و الا من بخونم. سر کوی بلند فریاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم. سر کوی بلند فریاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم. علی شیر خدا یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد گردان، دل ناشاد ما را لشکر فاطمیون رو باید بریم ببینیم. آقا به افتخار تمام شیعیان مخصوصا از نوع افغانستانی و مخصوصا بچهای فاطمیون، تیپ فاطمیون کف بزن. یه بار دیگه بخوشید همه آقا من نوکر همه بچه شیعه سراسر عالمم به هر زبان مختلف، چینی، ژاپنی، نمیدونم والا. سر کوی بلند فریاد کردم، سر کوی بلند فریاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم. علی شیر خدا یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد گردان، دل ناشاد ما را شاد گردان. حالا ایشالله بریم داعش کندکاری کنیم. یه بار دیگه اولیشو بخون. خوش رضا منو. سر کوی بلند فریاد کردم، همه بگن سر کوی بلند فریاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد گردان. دل شیعه با نام علی شاد میشه، علی علی مولا گریم گرفته جواد جان، رضا جان تو هم سرتو بذار اینجا، دورت بگرد دورتون بگرد. جان آقا سنه قربان آقا سید لطشان دست نزن، جان آقا سنه قربان سید لطشان آقا. اگر میتونی فریاد بزن، فریاد یه بار دیگه فریاد بزن، دستتو بیار بالا. ماشاءالله. جان آقا سنه قربان آقا سید لطشان آقا، جان آقا. چی بگم؟ چقدر این اربابمون نازه، چقدر عشقه. من ممنونشم به امام حسین.